در واخوری دور نهایی جام تابستانه ولایت سوخت اوید با فوتبال خرد بین دسته‌های تشکیلات و مؤسسه و جماعت و محله‌های ولایت سوخت که در ورزشگاه لاچین شهر خوجند برگزار شد، تیم‌های رحیمی خوجند و جواهرات شهر استرفشان روی میدان آمدند. دیدار این دسته‌ها با اشتراک هواداران سرشمار فوتبال جالب و دیدن آغاز گردیده در دقیقه اولی بازی فوتبال بازان دسته جواهرات حساب را کشودند. در قسم اولی واخوری با بازیگران دسته جواهرات با دروازه حریف زدن 6 توپ به جواب میسر شد. در قسم دوم دیدار بازیگران هر دو دسته با دروازه همدیگر 3 توپ زدند و واخوری با حساب 9-3 به فایده دسته جواهرات شهری استرفشان انجام یافت. مسابقه مذکور سنه 8 آگوست بخشیده به روز ورزشگران آغاز گردیده در آن دسته‌های لاچین، جوانی، ویتا، شیدان، زرنیسار، افکا، بیمارخانه بچگانه اکا، کلنگیر، ماتیف سنتر، مفجی اوریانا، عبدالرحمن، سومونیان، مسجاه، غازیان، استا میرزا، فاتح، مصفا، باباتقا و رحیمی از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اشتراک نموده بین هم سبقت کردند. در مراسم جنبست مسابقه معاون رئیس ولایت سوخت، رهبرت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت و نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت از توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون فوتبال کشور نسبت رشد و عمومیت فوتبال یادآور شده، برگزاری چنین چاره‌بینی را برای عمومیت فوتبال و ترغیب طرز حیات سالم در جامعه مفید ارزیابی کردند. غالبان جایزه‌داران این مسابقه ولایتی با جام و جایزه‌ها و مدال افتخارنامه‌های فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند. مسابقه خیلی خوب گذشت. و تشکیلاتچی‌های مسابقه رحمت و می‌خواهیم که مسابقه ها مولتر شود. آینده با ما چمپیونات با اشتراک کرده جای نمایان رو گرفتن می‌خواهیم. این دسته جواهرات 8 سال است که ما یک جای بازی می‌کنیم. بازی خوب گذشت. غالب برآمدیم. ما خرسند هستیم. رحمت به تشکیلاتچی امی مسابقه. به حساب گاب نیست اولی جناب. ما نیاز داریم که سال 2026 دسته استراشا در سوپر لیگ تاجیکستان بازی کند.